آقا سلام، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو قرار یک بار برای همیشه یاد بگیریم که چطوری توی برنامه کپکات فارسی بنویسیم، چطوری از تکست استایل های خفن و رایگان برنامه کپکات استفاده کنیم روی نوشتمون، چطوری به نوشتمون انیمیشن های مختلف رو بدیم که نوشتمون جذاب تر بشه و اینکه چطوری فونت های دلخواهمون رو توی برنامه کپکات اضافه کنیم. نمیشه همیشه از این فونت های دیفالت برنامه کپکات استفاده کرد که فونت فارسی و خوشگل بتونیم اضافه کنیم بهش که نوشته‌هامون قشنگتر بشن. چه اشکالی داره؟ تنها لازمش اینه که شما تا آخر ویدیو همراه من باشی، برنامه کپکات توی گوشیت داشته باشی، یه لایک این ویدیو رو بکنی. تا آخر این ویدیو رو دیدی، آموزنده بود برات، دوست داشتی، اون دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگولش هم فعال کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بریم توی گوشی ببینیم چطور باید این کارا رو انجام بدیم. خب ما برای این کار وارد برنامه کپکات میشیم. اولین چیزی که قراره توی برنامه کپکات یاد بگیریم نوشتن فارسیه. ببینیم ما الان یه ویدیو رو انتخاب میکنیم، نوشته رو میزنیم و یه نوشته جدید اضافه میکنیم و اینجا ببینیم وقتی بخوایم فارسی بنویسیم میبینیم نامرتبه یا برعکس نوشته میشه. برای اینکه این مشکل برطرف بشه باید چیکار کنیم؟ از ویدیو میایم بیرون، وارد تنظیمات خود کپکات میشیم، اپ لنگویج رو میزنیم و این رو میذاریم روی عربی و برمیگردیم میبینیم که منوی برنامه کپکاتمون عربی شده. دوباره وارد برنامه میشیم و یک نوشته جدید اضافه میکنیم و شروع میکنیم به نوشتن. نکن نوشته به صورت فارسی کامل اضافه شد به ویدیو به همین راحتی. مسئله بعدی که قرار با هم دیگه یاد بگیریم اضافه کردن تکسچرهای مختلفه، مثل این چیزی که الان روی نوشته سلام هست. ببینیم ما برای اینکه بخوایم از تکسچرهای رایگان خود برنامه کپکات استفاده بکنیم وارد خود تنظیمات نوشتهمون میشیم. اینجایی که نوشتیم، خب ببین اینجا یه منو داره برای کارهای مختلفی که ما میتونیم روی نوشتهمون انجام بدیم. خب ببینید الان من از اول اضافه میکنم، از اول بهتون میگم. ببینید اینجا برای اضافه کردن نوشته، اضافه کردن فونت به برنامه کپکاته که توی حالا یه تا چند دقیقه دیگه بهتون میگم. توی این قسمت ببینید مدل های مختلف که روی نوشتمون میتونیم اعمال بکنیم. خب اینا بک‌گراند داره با رنگ های مختلف که شما همه اینا رو میتونین تنظیم کنین، عوضش کنین. نگاه کن ببین من اگر اینو چیز کنم این بزرگ و کوچیک میشه، این زیاد و کمش بکنم یکم کم رنگ تر میشه. خب توی این قسمت ما میتونیم رنگ دور نوشتمون رو تغییر بدیم. ببینیم ما چون فارسی میخوایم بنویسیم نمیتونیم اول فارسی بنویسیم بعد بریم زبان کپکات رو دوباره برگردونیم به انگلیسی، چون اگر این کار رو بکنیم نوشتمون دوباره به هم میریزه. خب ما اینجا میتونیم رنگ دور نوشته رو تغییر بدیم. برای مثلا من اینجا سفید میذارم، رنگ خود نوشته قرمزه که من میتونم اینجا توی این قسمت اول نوشتم رو رنگش رو تغییر بدم. و توی این قسمت ببینید دو تا گزینه داریم که یه دونش پروه یه دونش هم معمولیه. ما این قسمت یکم مثلا نوشته ما رو بهش مثلا انگار یه حالت رویایی میکنه نوشتمون، انگار مثلا از پشت یه نوری بهش تابیده، این نوره داره میخوره به ما مثلا. ولی این قسمتش یکم شدتش کمتره که ما میتونیم مثلا شدتش رو اینجا زیاد و کم بکنیم. خب که حالا اونطوری که باب میلمون بشه در بیاد. مثلا اینطوری اینو زیاد میکنیم و اینطوری میکنیم ببین به اون نمیرسه، اون پروه. خب ولی این معمولیش هم ما میتونیم یه جوری در بیاریم که اونطوری که دلمون میخواد بشه. و توی این قسمت میتونیم به نوشته‌مون بک‌گراند بدیم. خب و توی این قسمت هم میتونیم به نوشته‌مون سایه بدیم و سایه‌اش رو هم میتونیم حتی زیاد و کم هم بکنیم، چپ و راست کنیم. ببین قشنگ تمام کارهایی که ما نیازه که روی نوشته‌مون انجام بدیم رو توی برنامه کپکات
ما میتونیم انجام بدیم به صورت رایگان. این رنگ سایه است، اینجا میتونیم اینو انجام بدیم. و حالا ما شاید مثلا توی نوشتمون، توی ویدیومون متنمون طولانی باشه، بخوایم این متن رو یه جوری بکنیم که مرتب بشه. از این قسمت ما میتونیم متن رو مرتب کنیم. حالا الان متن من زیاد بلند نیست، ولی اگر چند خط باشه این همه رو راستچین میکنه یا این همه رو وسطچین میکنه، این همه رو چپچین میکنه که نوشتتون خیلی مرتب باشه و جذابیت داشته باشه. و توی این قسمت هم میشه مثلا ایتالیایی نوشته، ایتالیایی میشه، این بولد میشه و این زیرش خط میاد و میتونیم این تغییرات رو هم زیرش اعمال بکنیم. برای اینکه ما بخوایم به برنامه کپکات فونت های مختلف اضافه کنیم، فونت هایی که میبینید فونت هایی که من خودم اضافه کردم به برنامه کپکات و اضافه کردنش هم اصلا کاری نداره. وقتی شما وارد این قسمت اول بشین پلاس داره، شما باید از قبل فونت دلخواهتون رو دانلود کرده باشین و توی فایل گوشیتون اضافه شده باشه. و الان مثلا برای مثال وارد فونت یکانی که دانلود کردم میشم. الان یکان نیو فیس دی بلک، این رو میخوام من اضافه بکنم و زمانی که اضافه کنم میبینیم که اینجا یکان نیو فیس دی، این همون اولیه، اضافه شده به لیست فونت های من. به همین راحتی شما میتونید فونت دلخواهتون رو اضافه بکنید. حالا یه سری تکسچر دیگه هم داره خود برنامه کپکات که شما میتونید به نوشتتون اضافه کنید و نوشتتون رو بسیار بسیار جذاب بکنید که یه سریاشون پروه، یه سریاشون هم رایگانه. برای پرو که شما باید یه گیفت کارت بگیریم و اکانت پولی خود کپکات رو توی گوشی آیفون بخرین، یا اگر اندروید دارین هم میتونین کپکات مود شده رو دانلود کنین و به صورت رایگان از این قسمت های پروش استفاده کنین. اینا تکسچر های مختلف هستن که شما میتونین به نوشتتون اضافه بکنین و نوشتتون رو خیلی خیلی جذاب بکنین. و این که قسمت پروشه، این قسمت مثلا سیاه‌سفیدشه که شما مثلا میتونید اینطوری درستش بکنین. و این قسمت هم مدل های مختلف دیگه رو داره که یکم مثلا حالتیه که انگار از پشتش نور تابیده. و این قسمت مدل های رنگی رنگیشه که شما حالا میتونید از اینجا هم بستگی به سلیقتون داره اضافه کنید. و مدل های مختلف، این که زرد میشه، این مدل های قرمزشه، این مدل های آبیشه، سبزش و اینم بنفشش. حالا هر کدوم که خودتون دوست داشتین میتونین اضافه کنین. و اگر از یکیش خیلی بیشتر خوشتون اومد و بیشتر ازش استفاده میکنین، میتونین بذارین تو لیست فیوریت های تکسچر هاتون. فقط برای این کار کافیه روی اون فونتتون نگه داشته باشین. مثلا من میخوام فونت هم تبدیل به این بشه، خب فقط کافیه این روش یه چند ثانیه نگه داشته باشین، میبینین که وارد قسمت فیوریت تکست استایل ها شده که میتونین هر موقع دلتون خواست دیگه نگردین، اینجا داشته باشین و ازش استفاده کنین. مسئله بعدی در رابطه با نوشته اضافه کردن انیمیشن های مختلفه. انیمیشن چیه؟ زمانی که این نوشته به ویدیو اضافه میشه و زمانی که از ویدیو خارج میشه. یه مدل هم داریم که تکراره. حالا الان بهتون میگم. حالا به عربی نوشته للداخل، للخارج و تکرار. ببینید داخل، الان مثلا برای مثال من این رو انتخاب میکنم، زمانی که این ویدیو به نوشته من اضافه بشه اینطوری اضافه میشه. و زمانی که بخوام این تایم نوشتم تموم بشه، به این حالت از ویدیو من خارج میشه. حالا یه مدل دیگه هم داریم تکرار. خب تکرار چیه؟ تکرار یعنی یک حالت رو چندین بار در ویدیوی شما تا زمانی که توی این تایمش تموم نشده توی ویدیوی شما به همون حالت نشون داده میشه. نگاه کنید الان مثلا این اینطوری میشه، یعنی الان این من یکم طولانی ترش اگر بکنم، نگاه کنید زمانی که وارد بشه اینطوری وارد میشه، تکون میخوره، این میشه تکرار و خارج به این حالت.
شما با این قسمت تو این قسمت میتونین انیمیشن های مختلف رو به نوشتتون اضافه کنین و نوشتتون رو جذاب بکنین. تو این قسمت هم بک‌گراند های مختلف داره که میتونین به نوشتتون اضافه بکنین. حالا بستگی به نوشتتون داره. ببینین اینجا مثلا من اینطوری اضافه میکنم که این میاد وسط در وسط و میتونیم حالا مدل های مختلف رو روی نوشتمون اعمال بکنیم. این از این قضیه. حالا ما میخوایم یه کاری بکنیم که نوشتمون بیاد پشت سوژه. حالا بذاریم من اینو بردارم. این نوشته ما بیاد پشت سوژه، پشت صورت من، یعنی اینجا میخواد اضافه بشه دیگه جلوی صورت من نیاد، بیاد پشتش. خب من چیکار باید بکنم؟ اول روی ویدیو خودم میزنم که سلکت بشه، یه کپی از ویدیو میگیرم، اینجا تکرار شد. خب و این رو اوورلی میکنم با این تراکب که بزنین اوورلی میشه. این میره زیر ویدیوی اصلیمون. خب حالا ببینیم باز هم اگر ما بخوایم این کار بکنیم نمیره پشتش دیگه. باید چیکار کنیم؟ باید بک‌گراند ویدیوی زیری رو حذفش کنیم. چجوری حذفش میکنیم؟ شما برای اینکه به حالا خیلی اصلا عربی و زیاد بلد نیستن، باید از طریق شکل‌هایی که توی منوی خود کپکات هست بدونین که کدوم قسمت میخوایم برین، چون عربی رو خیلی بلد نیستن، انگلیسی رو حالا بلدن و شما در هنگام ادیت کردن ویدیو و میخواین یه نوشته فارسی زمانی که میخواین اضافه بکنین نمیتونین برگردین به انگلیسی، چون دوباره نوشتهتون به هم میخوره. پس کل پروسه ادیت باید توی حالت عربی باشه و برای این که ما بخوایم چیز کنیم باید شکل‌ها رو بلد باشیم. من میخوام الان بک‌گراند اینو حذف کنم، بک‌گراند ویدیو زیرو رو حذف کنم، میدونم که این شکلشه. خب این رو میزنم، وارد میشم و بک‌گراند ویدیو پایینی رو حذفش میکنم و میبینیم که بک‌گراند حذف شده. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم سلام بره پشت سوژمون. چیکار میکنیم؟ دوباره وارد قسمت نوشته میشیم، روی نوشته میزنیم و میریم آخر قسمت منوها و اینجا یه گزینه داره به نام طبقات. طبقات رو بزنیم، ویدیویی که اوورلی کردیم و نوشته میاد. این نوشته رو میگیریم میندازیم پشت ویدیو. به همین راحتی این ویدیو، این نوشته به همین راحتی میاد پشت سوژمون و یه جذابیت خاصی داره که حالا میتونیم این کار رو انجام بدیم. بستگی به سلیقه، بستگی به ویدیو و بستگی داره که کجا این کار رو انجام بدیم و اینطوری شما میتونی نوشته رو بندازین پشت سوژه. حالا شما چند تا نوشته دارین که میخواین اینا همشون با این تنظیماتی که روی این سلام انجام دادین اعمال بشه، دیگه نمیخواین هی برین یه نوشته جدید اضافه بکنین و دوباره این تنظیمات رو روش انجام بدین. چی کار میکنین؟ یه بار این رو ببین، یه گزینه داریم به نام تکرار، روی این نوشته میزنیم و تکرار رو میزنیم. وقتی روی اون نوشته پایینی نگه داشته باشیم میتونیم جابجاش کنیم، میاریم بعد از این نوشته سلام و اینجا دوباره میزنیم روش، مثلا مینویسم من چطوری. خب میبینیم که هر دوتا با یه تنظیمات توی ویدیو ما قرار گرفتن. حالا این سلام اومده جلو، دوباره شما باید تنظیم کنین که این بره پشت سوژه و این رو هم دوباره میندازیم پشت سوژه. میبینین که هر دوتا سلام چطوری هر دوتا با یه تنظیمات وارد ویدیوی ما شدن. به همین راحتی شما میتونید نوشته‌های جذاب با تکسچرها و انیمیشن‌های جذاب توی ویدیوتون داشته باشین و ویدیوهاتون رو بسیار بسیار حرفه‌ای و جذاب ادیت کنین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون کارآمد بود، خوشحال میشم که اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. تا یه آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.